سلام رفقا. ببینید من برای فعال کردن کسب درآمد اینجا فقط یه چیز لازم دارم، واچ تایم. پس تصمیم گرفتم هر چی به ذهنم میاد بگم، شما بشین نگاه کنین با هم حال کنین. باشه؟ خب بچه‌ها مرحله اول برای پر کردن واچ تایم شروع شد. چالش دوم برای پر کردن واچ تایم شروع شد. رفتم بازی رئال و بارسا رو دیدم. با بارسا 6 تا زد. ترکوندن دیگه. نظر شما چیه؟ فکر می‌کنین چالش بعدی چیه؟ میدفعه چالش سوم برای پر کردن واچ تایم رسما شروع شد. امروز با عصب میریم سراغش. از اون بازی رئال بارسا هنوز انرژی تو رکام داره میجوشه. پس ویدیو رو در جا پلی کن، بمون تا آخر تا نگاه کنید. باورم نمیشه. من واقعا دارم استرس باری میکنم. وای چه حس خفنیه. نگاه دارم پرواز میکنم این کوها. مرسی که هستی. خب رفقا چالش پنجمم رسید خوردن میوستوی. نگاه کنین چه رنگیه. اول منگو. اوه شیرینه. دراگون فرو باحال بود. بچه‌ها باختیم. بارسا جلوی رئال 2-1. اعصاب ندارم دیگه. استریم هم همینجا تموم. عاشقتونم. لطفاً ساب کنین که برگردیم قیتن.